سلام دوستان، امروز میخوایم با همدیگه ناخونامون ژلیش کنیم. خب مرحله اول برای اینکه ناخونامون رو ژلیش کنیم اینه که باید ناخونامون رو ساهن کشی کنیم. نیازی نیست که با اون وسیله که گوشت اضافه دست میتونن حتما چیدن این گوشت دست الزامی نیست. میتونین گوشت رو ساهن کشی کنین، در همین حد کافیه. بعد از مرحله ساهن کشی با استفاده از کلینزر، من از این کلینزر استفاده میکنم، روی ناخونمون اسپری میکنیم و بعد با یه پارچه اونو کاملا تمیز میکنیم. بعد با این وسیله که جز قلم های طراحی ناخن هستش، ناخن رو به این صورت یعنی در واقعیت داریم پهن‌ترش میکنیم. مرحله با استفاده از ضد قارچ از قارچ زدن یا خراب شدن ناخن بعد از یه مدت جلوگیری میکنیم و بعد یه مقدار با بافر سطح ناخن رو زبرتر میکنیم. خب حالا من میخوام زمینه ناخنم قرمز باشه و از لاک ژل قرمز کلانا استفاده میکنم. به این صورت لاک ژل رو روی ناخن پخش میکنم. این شکلی. بعد با دستگاه یووی خشکش میکنم. خب حالا من به اندازه کافی لاک ژلم خشک شد. حالا میخوایم بریم با هم روش طرح بکشیم. من دوست دارم روی این طرح یه تاج بکشم. خب من یه مقدار از لاک ژلم رو روی این طرح یه گوشه از این طرح میریزم. خیلی کم باید با این قلم اگه میخواید بگید که حتما ویدیو رو